سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه فیسبوک و یوتیوب. امیدوارم که همه خوب و صحت و سربلند باشید. و در نزد من یگان شپرگالکا نیست، یگان کاغذی هم نداریم، هیچی نداریم. بدون شپرگالکا صحبت کردنی بومدم. و امروز در شبکه فیسبوک بسیار بحثا شد و آید اکادمیک های کتاب نویس و یک چند سخن گفتنیم آید اکادمیک های کتاب نویس اینها را معرفی کنم. یکش با نام سیمومین یتیموف، یکیش با نام رمضان رحیمزاده. یعنی رمضان رحیمزاده با تخلص نهانی کتاب می نویسه و یک چند روز پیش دیدیم ما و شما که حتی رحمانوفا چقدر بود تراشی در کتابش و یک چند شعرم گویا که می نوشته بیست از این نفر. و امروز اکادمیکی مشهور با نام سیمومین یتیموف یک کتاب گویا نویسنده است، دولت و سیاست و ارسطاتل. و این نفرها من حیران هزار ماندم که این نفرها اصلا زبان تاجیکی گپ زدن نمیتونن و اینها چخل کردن که کتاب نوشتن و این سخنرانی. مادامی که یک نفری که سخندان باشد، سخندان و ملکه سخنرانی داشته باشد، اون نفر میتواند که شاعر بگیم که چی میشود، نویسنده و عالی میشن. یا اصلا همین زبان تاجیکی را صحبت کردن نمیتونن مکمل و پورا. من نمیفهمم که اینها در این قصالی که در این سیاست هستن حتی زبانی برای تاجیکی را سخن گفتن نمیتونن. ببینید که یک سال گذشته وزیر کارهای داخله یک مصاحبه داده بود، تماشا میکنیم این مصاحبه رو و بعد برمیگردیم ادامه میدیم. شرافیدین گدای خودشون استوران برگشتن با برگشتن استوران. اون چی میگه چی نمیگه دختری اون کسایی ممکن که باز گشته با بیاد و میگه که ما اونجا دفعه میکنم با جماعت گشتیم خیر از این حضور دست کنیم. ما اون چیزی که بود گفتیم ما یکم نسبت یکم تعقیب نکردیم، یکم قرارداد جنایتی اون تفتیش نکردیم، یکم زوری نسبت ما استفاده نکردیم. برای همین گفتیم یکم این جای چی نداره، یکم زوری نسبت ما عمل کردگی نیستیم. ببینه که یک وزیری که حتی نمیدونه چی گفتنش، برگشتن برمیگردن. مردمی که یک سؤال عادی را این نفر نمیتونه جواب داده در یک چند ثانیه، این باور که یک جای عیب و شرم است که برای یک وزیری که امروز اکادمیک میتوشن، شاعر میتوشن، نویسنده میتوشن، ارسطاتل میتوشن. من نمیدونم که اینها چخیل کتاب نوشتن که یک سؤال عادی را جواب دادن نمیتونن. و باز میگردیم با رئیس کمیته امنیت سیمومین یتیموف، این نفر چی میگه تماشا میکنیم و باز برمیگردیم با ادامه صحبت. من میکنم وظیفه میکنم من میکنم می رابطه چه سپور سپور این امور نمیسته سر کده میگه از کافوش یک گرانات میوبند، دو تا کور میوبند و نوار گفتن نشوندن. هموطنان عزیز، یگان کس فهمید که همین نفر چی گفت؟ فکر میکنم که نفهمیده. اگر نفهمیده باشه باز از سر چکو کنی مجبور میشه که ویدیو رو دوباره سه تماشا کنه که چون که بفهمه که این وزیر چی گفت. و او جوانایی که شما تعریف توصیف از این بوتا میکنید یعنی سیاستمداران گفته و ببینید شما که اگر کمتر عقل داشته باشه، فراست داشته باشه، ببینید طرز سخنرانی اشون رو. مادامی که شما اونقدر تعریف توصیف از این نفرها میکنید، یعنی در معرکه هاشو، در مصاحبه هاشو، در جلسه هاشو میشنید صحبت میکنن، گوی و صحبت میکنن و تعریف توصیف هم میکنید، مرحمت مادامی که ما دروغ بگیم، مرحمت نوارها شما چکار کنید به مردم پیشنهاد کنید که نشان بده که همین ها در حقیقتا اکادمیک هستن، عالم هستن، ببینیم که اونها چخیل صحبت میکنن.
بدون شپرگل که من مطمئن هستم که آنها صحبت کردن نمیتونن با من. در 20 سال این سال 92-93 حساب کنیم علاقه 28 سال شد. در 28 سال در 20 سالی که اینها به سر حاکمیت اومدن به قدرت اومدن از 10,000 میشه. نخواه که در طول 20 سال زبان تاجیکی رو برای اعلا آموخته نتونی که همه روزه در بین خلق هستی و با خلق صحبت میکنی. و امروز چرا که از نزد دوربین های تلویزیون ها بگریزید و نشان میدین در کانال های تاجیکستان میبینیم که نشان میده رحمان و فنی نشان میده، اشمارا نشان میده، فرزند چنین نشان میده، اما سخنرانی نیست. ما کی را باور کنیم؟ امروز ما دعوا میکنیم که تاجیکستان جوان است، صاحب استقلال و هزار یک تعریف توصیف میکنیم که رودکی داشتیم و فردوسی و هزارها آدم شاعر نویسنده را نامش میگیریم تعریف میکنیم. پس شما بیایید مادامی که شما از همون دعوای آریای تبار میکنید، مادامی که شما آریای تبار هستید دعوا از همون نفرا میکنید، پس بیایید امروز شما با مردم سخن خوب بگه و خط و آشکار کنه که شما کی هستید. و من مطمئن هستم که سخن ما به همتون میرسه و اون نفری که گپی این وزیر این رئیس نفهمیده باشه باز هم میتونه که نوار از سر بگردونه باز تماشا کنه. و صحبت طولانی نمیکنم، باقی در امان خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.